سیوم روز در پکین هستیم. نو مهمانخانه برآمده. حسن چی زکاس کردید؟ تاکسی زکاس کردم. دختر یا دقیقه پس انجام میشه. چی پروگرام که زکاس کردید؟ پروگرام‌های خیریه. اینا تاکسی ما. ماشین بزرگ خیلی. رنگ خمو دهقان بزرگ داریم. دهقان بزرگ اینجا هم خیلی. دهقان بزرگ اینجا نه دروازش هم خیلی کلان. 5 تا دروازه داره. سلام علیکم. این ما در پکین ماشین بزرگ دستی دوده هستیم. ولی در آمده به شما اینجا رو نشان میدیم. حسن به خطای نامش چی میشه؟ خواسیا. خواسیا؟ ده. بزرگ خواسیا میدونیم. ماشینا رو میبینیم چی ماشینا هست. رفته. خواسیا. 20市场 معنیش که با زبان تاجیکی میشه ماشین بزرگ دستی دوی خواسیا. نامی ماشین بزرگ خواسیا. این رنج روور 2020 سال. رنج روور 2020 سال نرخش 488,000 یوان. اگر تخمینا ما با کورس دلار اگر حساب کنیم نمیدونم 70,000 دلار همین خیلی میشه. ما در سنتری بزرگیم. اینجا چند گروه تقسیم میشدن. این طرف همه ماشینایی که دستی دو هستن، این طرف باشه همه ماشینایی که نو هستن، ای کمپانی آوردگان نو موندگان. این طرف ماشینای بنزینی، اون طرف باشه ماشینایی که با اکلیماتور میگردن. مرحمت بیاین تماشا. یاگوار این پیشش 2016 368,000 یوان 50,000 دلار میشه. Maserati. Cigili mi yo aşağı diyor mu? 400. Kom alış var. 1000 yuan. شما پینپایی مونده. نه ماشین یافته. رنج رووره. ده. یکی نامش نمیدونم چیه. ده. Sen de bakın. چی باشه ماشین؟ Hayır, İngilizce mi? Neyse, onu neyse. این شما در پس ما میبینین این ماشینی خمر امریکانسکی. خمر امریکانسکی را خیتویو همش واینی کرده گیان. این در پوستی ماشین نجدک دیده باشین رنگی نجدک خیلی دست مخروشه. این آنتن زده گه همه طرفه واینی ماشین کرده گه. ما نرخش پرسیدیم نرخش 70,000 دلار دستافکش خیلی حساب نکردیم. این اگر لازم باشد برای کارخانه عجیب بود.
些是拼派的，不是开。啊，V 是吧？拼派。啊，对对对。啊，V 就是我拼派。现在我拍视频，所以名字必须要。چند کیلومتر میگرده؟ 多少公里是一冲的？100公里。100公里。不是，你说是续航多长？对。我就问一下。多少公里？跑一次充电的。ماشین نرخش $37000 سال 2023 $37000 در اینجا خیلی با دست صفقه کنیم اون نرخ حساب میکنیم. خب در پس ما بیجینگ نرخش 138000 یوان با تاجیکیشمون در اکران می نویسیم. خیلی تماشا میکنیم. Mustang. همه جاش متریال الکانتارا درنش در چی ماننده؟ اس کلاس های 2023 سالونشو یکی удобнее وقتی که استارت استاپ میجیقی کم ترسیدنی پیش میره و رول بالا میشه. جای بود. آینه که زد نویده میبینی همش اکرانه. پانوراما میتونی تماشا کنی. پاتالوگش پانوراما. نرخ اساسیش پرسیدیم همین ماشینه $46000. خیلی ماشینی بد نیست. همه که ماشین الکترومبیل نیست. الکترومبیلش کمتر قیمت تره. در اینجا ممکن 60 یا $70000 باشد. نرخی خودی خیتوی. این ماشین امریکانسکی پیشیناش رولز رویس و هم خیلی اینا салон. Мерседес вясад нават اینا. 2000 ким чандум сола. این ماشین کهنه هستن همش. اصلا ماشین کهنه پیشینه ها. الکترومبیل یافتیم ID 4 فولکسواگن کروس ID 4 کروس نرخش 170000 یوان. خاص هستنی ماشین نرمال نی. حالی با خاصی هم کم میکنیم میبینیم. ай мошин свети сафед доранд, свети сирх доранд ва ҳамин ранги ҳамин асфалта яъни свет бо сетаи дига доранд. обши 5 мошин тайёр доранд. чанд километр мегардад? як заряд мондаанда дар зимистон 400 километр тахминан, тобистон боша 500 550 то 600 километр.
Tesla amerikanski. 他说好的时候，你 Da 用 Xitoy. 当地的语言跟他交流交流。他说跑多少，能跑多少？ Akşam bibinin. 一次充电是跑多少公里？它的官方是数据是550多，但是实际用量应该是350。 350。ما از درون ماشین بزرگ پکن خیلی گشتیم. ما بیوایدی میگیم تاجیکستان دا حقیقتا هم بیوایدی با لوگوتیپ خیچه داشته. ما یافتیم که لوگوتیپ خیتوی این خیلی میشده. بیوایدی برای اکسپورت برای خارجی بیوایدی مینویسونن. این لوگوتیپی که مثال کسانی که نفهمیدن با ماشین خرید خیتوی اومدن از روی همین لوگوتیپ شما میتونید که کپی ماشین یابین. 你好，大哥，这个是 BYD 对吗？啊，这个是 BYD。比亚迪，对，比亚，中文名字是吧？对，这个是哪年的车？ 23年的， این 几个月， 2023 سال ماشین شد. 一次充电是跑多100多公里。这不是电车，这是混动，混动双的是吧？对，能充电能混动。 این گیبریده که چه ماشین 2023 گیبرید هم اکلیماتر هم موتور. هر دوش. اگر یه ذره میمونه تا 100 کیلومتر میگرده. Narx cansım. جگه نه. جگه上面没有写的。14万。 200公里，首保还没做呢。 14万. 对。 14 دیگه میگین تخمینا $20,000 میشه. تخمینا $20,000 BYD پلوس 1.